سلام، شما خوبین؟ در زیر زمین تالار عروسی زاده ساوه بمبئی قراره که شام عروسی برز و گوزو پخته بشه. سشه داداش، اینجا مستراح عمومی امیر خمیره که خود امیر خمیر هر وقت شیلتاق میکنه به ازای هر لیتر آب یه سیگار با توتون عنبرنسا سرطانش میکنه. امیر برای اینکه خمیراش مثل معده خودش ورم کنه از آب حموم عمومی پرموهای بمبئی برای پف کردن خمیراش استفاده میکنه. امروز کلی سفارش دارن و چون میدونه کارگراش گشادی کار میکنن الکی گفته گوشیم افتاده تو خمیر، بگردید هر کی پیداش کرد 1 کیلو عنبرنسا جایزه میدم. ولی متاسفانه با این کارش قشنگ داره میرینه رو کبد مهمونای برز و گوزو و برای اینکه مهمونا عفونی نشن به جای هموم نفری یه سیخ خوشکن انداختن بالا. بعد از اینکه خمیرا رو از تنور بربری در آوردن بیرون، امیر محصولو مثل شورتش راه برش میزنه و تا میبینه وسطش خامه میگه وای 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 بزاد یه دور دیگه بپزه. تو کارت عروسی برز و گوزو نوشته عروسی از ساعت 9 شب تا هر وقت دعوا بشه. خواهشمند است از آوردن بچه سگ‌هاتون هم خودداری فرمایید. وضعیت مالی ما هم ریده. عروسی به صرف 20 کمیته